تا الان صبر نمی کردم. تا شده 24 ساعت دیگران برای تصمیم میگیرم. امروز میخوایم اندازه 24 ساعت از مردم چالش بگیریم و 24 ساعت فقط چالش مردم انجام بدیم. فقط بچه‌ها قبلش لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. بچه‌ها انقدر مونده یکی بشن، این همه دارن زحمت میکشن، این همه ویدیو با کیفیت تولید میکنم. لطفا من سابسکرایب کنید و اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک فراموشتون نشه. برو بریم. خب آقا اولین نفری که میخواد بهم چالش بده دوست عزیزم، داش اسمت چیه؟ نباید اسممو بگم ولی همه اسمی نکات کنترل خورم. آقا یه چالش رو من میدی که من برم انجام بدم؟ یه چالش که هرچی تو ذهنته. یه پیشنهاد مثلا به یه نفر، ببینید حرف قشنگ یا یه جمله قشنگ که ببینید شماره‌شو بهتون میده یا نه. جنس مخالف دیگه. خیلی خب من برم توی چیز مثلا یکی رو پیدا کنم همینجوری رندوم هر کی برم بهش پیشنهاد بدم، شماره‌شو بگیره، پیکاپ لاین بگم، جمله‌شو بگیره. آره دیگه. جمله‌شو بگیرم، شماره‌ش. خیلی خوب. خب بچه‌ها اومدم دور عظیمیه اینجا یه ترایی میزنم. بچه‌ها واقعا این کار خوشم نمیاد ولی خیلی من پر روام، باورتون نمیشه من خیلی پر روام. بیام یه ترایی میزنیم این چالش تمومه. چه چالشی بود آخه داداش به من میدی؟ سرعت ها زیاده نمیرسم. یکی ترمز بزنه اینجا باید آروم بری. زن ما خانم نسبتا محترم سلام، خداحافظ بابا. زشت اوج صمیمیت تو این دوره شیشه‌شو میده بالا واسه چی نمیفهمم. داداش همین مولا بیزنس بند باش بیا. نداش فقط یوتیوب میزنم، یه پخش نمی کنیم. من میگم نداش فقط یوتیوب هم میزنم. آقا یه دورم داره تموم میشه. شما رو نگرفتم دیگه. گفتم یه ترای، خدایی خیلی ترای زدم. داداش ناموسن یه بار دیگه صحبت کن. چی بود؟ بچه یه دور و نیم زدم، دروغ نگم. یه دور و نیم زدم به هر کی دوربینو میدید سریع ساکت میشد یا کلهم میرفت و این داستانا. دوربین کارم سخت کرده بود و آره دیگه نشد. اصلا اون دوستانی که رفیقمون گفت اصلا نشد. چالش یه چیز دیگه من اجرا کردم ولی در کل دیگه بریم چالش بعدی. بچه تو اینستاگرام من یه استوری گذاشتم تا بچه‌ها چالش بگیرم. گفتم که بچه‌ها یه چالش بذارید و بریم چالش بچه‌ها رو انجام بدیم. آقا الان وقتشه که برم این چالش خوانندگی مردم رو انجام بدم. اصلا حاجی استرسی دارم، من روی این کارا رو ندارم. شلوغ‌ترین نقطه کرج من گوهرده‌اش. برو بریم دیگه حرف نمیزنم. برو بریم. من رفتم با ترسا مقابله کنم. خدایی صاف کن. بریم آقا. داریم میریم به دریا. چرا خلوت شده؟ چلوک باشم یه چسبه به ما. حالا یه آهنگ که بایدیم سه بی احساس من که گفتم ته این رابطه بنبسته، گفتم قلب سنگی کسی چی نمیترسه. بی احساس چقدر بد دلو نگاه کرد. لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم. لعنت به اون شب که تا صبح نمی کردم. چه آدم نیستش. گفتی که از پیشت دارم فراموشم میکنی حتما. اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمی کردم.
دیگه خدایی حق هسته وعده کردم اینجا چرا اینقدر به تو به چی بشونه یادش نمیاد دکتره خواهش میکنم دیگه نه آخرین ضربه رو بهم زد. بچه‌ها چالش خواهندگی خیلی به من چسبید خدا شاهده. مخصوصا اون آخره تو ویدیو دیدم داشتم میخوندم یهو دو تا پیرمرد داشتن رد میشدن من یهو رفتم تو گوشه گفتم یه تیکه از آهنگ خوندم داشتم میرفتم یهو پیرمرد چارچشی من نگاه کرد خیلی فان شده. بریم چالش بعدی بریم. از تو کامنت ها بنویسید بریم. اون چیزه بود برنامه کودکی بود آبی بود چی بود همه چیش مشخص بود. بس دوباره میگفتش که بچه‌ها مثلا آبی کجاست مثلا پشت سرش بود. داستان کامنت گرفتن همین کامنت بذارید. خب بچه‌ها رسیدیم به چالش سوم. یکی از ادوسین توی کوئسچن باکس اینستاگرام پیشنهاد داده که برم توی زمین چمن دروازه‌بان شم و ضربه ایستگاهی رو با دستکش بوکس بگیرم. برو بریم. بزن لایک نداره من یه بیگ لایک بهش میدادم. خیلی قشنگ زد از رد نشد. بزن دوتا هیچی باره یه سومیش تا هیچی از 4 تا هیچی آخرین ضربه. یکی از بچه‌ها نوشته بود که برو توی پارک 20 تا بارفیکس یا شنا برو. البته منظورش پارک شلوغ بود. برو بریم. بچه‌ها من 10 دقیقه است دارم میگردم یه پارک شلوغ پیدا کنم. از اونجایی که الان ساعت 1:50 دقیقه است همه پارک‌ها خلوته. این پارک نوبته. و اگه جایی رو پیدا نکردم شلوغ باشه دیگه میرم همینجوری یه پارک پیدا می‌کنم میرم دیگه. میرم شنا رو میرم. چقدر میرم دیگه. میرم. بچه‌ها شلوغ ترین پارکی که پیدا کردم اینجا بود. یه 2-3 نفر دارن اونجا بازی میکنن اینجا هم 2-3 نفر هستن. جایی هم برای بارفیکس نداره دیگه. من شنا میرم. بچه‌ها اون پوش دارن دریا پارس میکنن عجب بعضی. من که از سگ نمیترسم. بیا اینجا. امروز میخوای اندازه 24 ساعت. من که از سگ نمیترسم. بریم برای چالشمون. اینجا. آقا 20 شنا. برو بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 بچی بازم میتونم الیگیتوری بریم دیگه بس. آقا یه من از بارفیکس هم. خب بچه الان دیگه میخوام چالش رو ببندم. این چالش بیشتر از 24 ساعت برام وقت گرفت. اگه لایک این ویدیو بیشتر از 50 تا بشه پارت دوش هم میسازم. هر پارت دوش خیلی برنامه دارم چون راجع به این خیلی فکر کردم و لایک ها رو برسونید 50 تا دیگه. خودم نکنید. بریم فعلا خدافظ.